میدونستید خیلی از بازیگرای ترک مشکلات خانوادگی عجیب و غریبی داشتن؟ از مشکلات مالی بگیر تا گیر دادنای الکی، کتک خوردن و حتی فرار از خونه. پس اگه کنجکاوی تا بدونید این بازیگرای معروف چه سختی‌ای رو از سر گذروندن، این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندین. همین الان روی دکمه عضویت بزنید و تا انتها با ویدیو همراه باشید. شماره 1. زینب الچین. زندگی زینب الچین معروف به دیگو یه درام واقعیه. اون یه زندگی پر از فراز و نشیب و گذرونده تا تونسته بازیگر بشه. زینب یه دختر زیباست که تو شهر مرزی قاریان تپه بزرگ شده. جایی که بازیگر شدن رو عیب و عار میدونستن و ترجیح میدادن دخترشون رو به زور شوهر بدن تا اون نتونه دنبال رویاهای ممنوعه بره. همه این عوامل دست به دست هم دادن تا زینب به استانبول فرار کنه و یه زندگی جدید رو شروع کنه. اما این تازه شروع ماجرا بود. زینب با یه انتخاب اشتباه ازدواج کرد و به ازمیر اومد. به گفته خود شوهرش یه کابوس برای اون بود. اونو کتک میزد و توی خونه حبس میکرد تا جایی که این استرسا باعث شد بچهشون سقط بشه. علاوه بر اینا طلبکارای شوهر قماربازش تهدید کردن که زینب رو به جای طلبهاشون با خودشون میبرن. اینجوری شد که دوباره زینب برای بار دوم دست به فرار زد و به خونه استادش توی استانبول پناه برد. اما بازم شوهرش اونو پیدا کرد و تهدید کرد که در صورت اقدام به جدایی اونو میکشه. بله، زینب که توی فرار کردن دیگه واسه خودش استادی شده بود، برای بار سومم اقدام به فرار کرد و این دفعه مستقیم به کلانتری رفت و از شوهرش شکایت کرد. خوشبختانه موفق به جدایی شد و بالاخره به رویاهاش یعنی بازیگری رسید. شماره 2. اورهان شمشک. فکر کنید کار به کجا میرسه که اورهان دست به کشتن پدر خودش میزنه. اورهان همیشه از پدر خودش شاکی بود. اون میگه که پدرش همیشه در حال انتقاد کردن از اون بوده. اما واقعا کشتنش راه چاره است؟ شمشک توی بازجویی‌های اولیه اعتراف کرده که پدرش بدرفتاری میکرده و همیشه از اون انتقاد میکرده. شماره 3. آسلی انور. آسلی مهربون یکی از اون دخترای بدشانس روزگاره که هم تو زندگی خانوادگی شکست و تجربه کرده، هم تو زندگی متأهلیش پشت سر هم جدایی‌های تلخی داشته. پدر آسلی قبل از ازدواج با مادرش یه بار ازدواج کرده بوده و 3 بچه داشته. به همین خاطر پدر بزرگش هیچ وقت عروس جدید رو قبول نمی‌کنه. حتی به عروسی اونا پا نمیذاره. این باعث میشه همیشه بین اونا کشمکش و درگیری باشه. مسلماً این بحث و جدلا روی زندگی خانوادگیشون بی تاثیر نبوده تا جایی که این اختلافا خانواده اونها رو از هم میپاشونه و باعث میشه اصلی بدون پدر بزرگ بشه. شماره 4. مروه بولگور. مروه مثل خیلی از دخترها عاشق آرایش کردن و رژ قرمز زدن بود. منتها اون از همون بچگی دست به کار شد. از همون سن پایین شروع کرد به آرایش کردن و با رژ قرمز بیرون رفتن. خب البته که مادر مروه هم مثل همه مامانای همیشه در صحنه تمام تلاش خودشو کرد تا جلوی اونو بگیره. اونا همیشه سر این قضیه بحث و جدل داشتن. بله، رژ قرمز مروه خانم همیشه باعث مشاجره‌های معروف مادر و دختری بین اونا می‌شده و با اینکه مادرش همیشه بهش تذکر میداده که دختر نباید توی این سن رژ قرمز بزنه، اما گوش مروه بدهکار این حرفا نبود و کار خودشو می‌کرده. توی دعوای مروه با خانواده‌اش گاهی همسایه‌ها واسطه می‌شدن و همیشه صدای جر و بحث تو خونشون بوده. شماره 5. دمت özdemir. دمت دختر کوچیک یه خانواده روستاییه که دوران کودکی سخت و فقیرانه‌ای داشته. قبل از جدایی پدر و مادرش، پدرش به شدت اونا رو اذیت می‌کرد. اون یه آدم تعصبی بود که کارش فقط گیر دادن به خانواده‌اش بود.
حتی برای دمت و خواهرش آرایش کردن ممنوع بود. خواهر دمت که به خاطر چهره زیباش برای بازیگری و تبلیغ انتخاب میشه، با نقشه دمت کوچولو و همدستی مادرش تصمیم به فرار میگیره تا اون موقعیت رو از دست نده. اما به محض اینکه پدر دمت از این قضیه باخبر شد، اونا رو توی خونه زندانی کرد. بالاخره پدر و مادر دمت جدا شدن و دوران این گیر دادن‌ها برای اونا تموم شد. اما دوران فقر شروع شد. دمت به همراه خواهر و مادرش روانه استانبول شدن و حالا چشم امید دمت و مادرش کار کردن و شهرت و درخشش دختر بزرگ خانواده بود. در واقع به گفته دمت خواهرش مرد خونه اونا شد. دمت موفقیتاش و مدیون خواهرشه که کار کرد و خرجشو داد تا بتونه اونو به آرزوهاش برسونه. مادر دمت همیشه آرزو داشت دمت وکیل بشه، اما دمت برخلاف میل اون به دنبال علایق خودش یعنی رقص و بازیگری رفت و بالاخره اون روزای فقیرانه برای اونا تموم شد. زندگی دمت پر از مشکلات بود، اما هیچ چیزی نتونست جلوی اونو برای رسیدن به رویاهاش بگیره. شماره 6. شکرو اوزیلدیز. شکرو این پسر جذاب و دوست داشتنی دوران کودکی سختی رو تجربه کرده. اون وقت خیلی کوچیک بود مادرش رو از دست داد و پدرش هم ورشکست شد و شکرو و خواهر کوچیکش رو تنها رها کرد و از ترکیه رفت. اون از همون بچگی تک و تنها و بدون پدر و مادر بزرگ میشن. شماره 7. افرا ساراچوغلو. افرا دوران کودکی سختی رو در کنار مادرش گذرونده. اون هم مجبور بوده به نداشتن پدر عادت کنه، هم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنه. پدر و مادر اون همیشه به خاطر مسائل مالی با هم مشکل داشتن و خیلی زود کارشون به جدایی کشید. اینجوری شد که پدرش اونا رو ترک کرد و افرا بدون پدر و پشتیبانی مالی بزرگ شد. افرا و مادرش تو دنیا فقط همدیگر رو دارن و به خاطر همین افرا از همون بچگی در کنار مادرش برای گذروندن زندگی مجبور به کار کردن و پول درآوردن شد. افرا حالا که بزرگ شده و سری بین سر و درآورده، معتقده که دیگه به پدرش هیچ نیازی نداره و علاقه‌ای به ارتباط با اون نداره. مادر افرا همیشه رویای یه خونه رو به دریا و افرا کوچولو هم رویای یه اتاق صورتی رو داشت. حالا که افرا و مادرش اون روزای سخت رو پشت سر گذاشتن، افرا رویای هر دوتاشون رو با خرید یه ویلا رو به دریا و چیدمان یه اتاق تماماً صورتی با کلی عروسک باربی برای خودش به حقیقت تبدیل کرد. شماره 8. فیاض دومان. فیاض دومان که با بازی توی سریال زن به اوج شهرت خودش رسید، تو دوران نوجوانیش درگیر همون اختلافات معروف بین پدر و پسرا بود. جریان از اونجا شروع شد که پدرش تو دوران مدرسه اونو توی مرکز فرهنگی ثبت نام کرد، اما حالا که فیاض دیوونه بازیگری شده بود، پدرش شروع کرد به ساز مخالف زدن که پسر برای تو بازیگری نون و آب نمیشه و باید یه رشته دیگه بخونی. فیاضم بعد از تموم کردن دوره دبیرستان برای اینکه بتونه تو رشته مورد علاقه‌اش یعنی بازیگری ادامه بده، مجبور به ترک خونه و فرار شد. معلوم شد ترکیه اونجور هم که تو فیلماش نشون میده فرهنگ باز و بی‌عیبی نداره. شماره 9. آنیل تتیک. آنیل قبل از اینکه بازیگر بشه یکی از طرفدارای پر و پا قرص موتورسواری بود. اما هر وقت تصمیم داشت این رویاشو به حقیقت تبدیل کنه، با مخالفت‌های شدید خانواده‌اش روبرو شد، چون اونا معتقد بودن که این ورزش به شدت سلامتیشو به خطر میندازه. در نهایت پدرش فقط حاضر شد به یه شرط برای اون موتور بخره. اونم این بود که آنیل لاغر بشه، چون معتقد بود موتورسواری یه آدم 100 کیلویی عواقب خوبی نداره. در کمال تعجب آنیل ظرف مدت 4 ماه از 100 کیلو به 75 کیلو رسید و تونست موتور مورد علاقه‌شو بخره.
با اینکه اوایل آنیل حامی و پشتیبانی تو این زمینه نداشت، اما با سماجت خودش تونست به چند تا عنوان قهرمانی تو این حرفه برسه. به نظر من که داشتن یه خانواده خوب شانس خیلی خیلی بزرگتر از برنده شدن توی لاتاریه. نظر شما چیه؟